برای اولین بار با هم دیگه غذای چینی امتحان کنیم. راجع به غذای چینی 2 تا اشتباه می‌کردم. اولی فکر می‌کردم آدم با غذای چینی سیر نمیشه. دومیش این بود که غذای چینی به مذاق ما ایرانی‌ها خوش نمیاد. تا اینکه بالاخره اولین غذایی که سفارش دادیم نودل سویا فکر می‌کردم دوست ندارم، ولی وقتی تستش کردم اینجوری بودم که دوست دارم. احتمالاً وقتی تو هم با چاپستیک کار می‌کنی اینجوری باشی. من واقعا بلد نیستم باش کار کنم. مداد بگیرم. و به عنوان 2 تا ایرانی بعد از چند بار تلاش اینجوری بودیم که ما ناامید شدیم و الان از قاشق قرار استفاده کنیم. اسم این یکی چی بود؟ چیکن فرفندون. از هر 2 تا غذا خیلی خوشم اومد و با خودم گفتم حتما باید بیام دوباره غذای چینی رو امتحان کنم. روز دوم از همون اولی که اومدم با یه گندکاری شروع شد که من اصلا بهش توجه نکردم. خیلی گشنم بود و رفتم سر تست غذا. جاجانگمیون کره، ولی تو رستوران چینی و ژاپنی هم با انتظار زیاد بالاخره دامپلینگا رسید. اینا به انتظار میارزید. و واقعا هر 4 غذا خوب و بهتون پیشنهاد میکنم. من حدیثم، دانشجوی سال 3 داروسازی. به سفر زندگی من خوش اومد.